بخش راهنمای برنامه شب معرف قرار داریم. از جان در بخش سلیمان خرمی مدرس مکتب را داریم و قرار است روی موضوع تشویق و رشد حرفه‌ای آموزگاران با وی صحبت کنیم. اما قبل از جان و بیننده های برنامه شب معرف، شما میتونید از چینل یوتیوب معرف تیوی، همچنان صفحه فیسبوک، اینستاگرام و شبکه ایکس نیز بیننده برنامه شب معرف و دنبال کننده برنامه باشید. از جان حالا میریم طرف خرمی سه و از وی پیرامونی از این موضوع میپرسیم و بیشتر و بیشتر با وی صحبت میکنیم. سلام بر شما خرمی عزیز، خوش آمدید به برنامه شب معرف. سلام بر شما جناب رحیمی عزیز. برای تمام بینندگان عزیز شما آرزو میکنم صبح خوب و قشنگی رو آغاز کرده باشن و تا پایان روز انشاءالله خوب و خوش سپری نمایند. تشکر از دعوت شما. سلامت باشید. خوشحال هستیم که در برنامه شب معرف هستین جناب. سلامت باشید. تشکر. خوب، در آغاز اگر بیایم یک روشنی بندازی روی نحوه تشویق و رشد حرفه‌ای آموزگاران، چگونه ما بتونیم آموزگاران حرفه‌ای خوب تربیت کنیم؟ خب متاسفانه در افغانستان قسمی که باید استادان تشویق شوند نمیشوند. ببینین ما نمونه های خیلی زیادی داریم. امروز وقتی یک کسی پرسان میکنه وظیفه چیست، کجا هستی، چه وظیفه داری، وقتی بگویی که من آموزگار هستم در یکی از مکاتب تدریس میکنم، دقیقاً حرفی که از اونا میشنوی میگه زندگی شما بین نمیشه. ببینین آنقدر برای ما مثلا از نگاه تشویق البته بر استادا بیم صحبت بکنیم کم هست که اصلا ما نمیتونیم تصورش بکنیم و این تشویق نکردن خودش باعث بیانگیزگی بر استاد یا آموزگار میشه که نتونه حداقل به مشوی درستش اما بحث یادگیری را برای شاگردان خودش برسانه. ببینین در قسمت تشویق ما یگانه راهی که میتونیم استادا من حیث یک آموزگار بتونن مثلا تشویق شون از طرف کسی این است که حالا ما انواع مختلف تشویق ها را داریم. مثلا ما میتونیم یک حمایه خوب، یک حمایت خوب از طرف کسی وقتی شویم خودش یک نوع تشویقی است، یک نوع انرژی است که برای آموزگار دقیقاً تسریق میشه به اصطلاح. پس ما یک حمایه‌گری که همانا بحث تشویق میشه را نداریم به تمام معنی که ما حداقل یک حمایه‌گری که باعث شه ما تشویق شویم دقیقاً در افغانستان نداریم و عملاً با حرف‌های رکیکی که دقیقاً آموزگاران امروز متاسفانه با او سردچار هستن. همین بحث پیشتر یاد کردم که چون بحث موارد معنوی میشه که بنابر معاش کمی که استادا دارن نمیتونن امو خرج و مصارف خودشان را حداقل روزانه یا ماهانه‌ای که با مقدار معاش کمی که برشان مثلا داده میشه یا سپرده میشه مثلا زندگی خودشان را پیش برن. بنابراین مردم یا بر استادا تشویقی که باید بکنن، انگیزه‌ای که بالاخره برای استادا باید بتن ایست که بنابر اون معاش کمشان هست و این باعث میشه که مردم به نحوی از تشویق برای آموزگاران دست بکشن و این خودش باعث شوه که باعث بیانگیزگی برای استادان شوه و همینگونه باعث تدریسشان در قسمت دانش آموزان خودشان. بدون شک خرمیشه یک سری یعنی رفتارهای نامتعارف متاسفانه بگیم که در قشر نادان جامعه باشه، قشر بی سواد، جای تاسف است که خود از این جوانا یک نگاه بسیار مثلا نسبت به شغل معلمی دارن که خوب یک فرد میره فرضاً 16 سال درس میخونه آخرش هم معلم، در حالی که شغل معلمی واقعا یک یعنی شغل مقدس است، شغلی که خوب است پیامبرا برای ما باقی مانده و به میراث مانده. امیدوار هستیم که رویه نامتعارف در بین تمام جامعه، در حالی که خوبی این استاد است که جامعه را میسازه، شاگرد میسازه و او شاگرد کسی است که هسته و اساس و بنیاد یک کشور تشکیل میده، در آینده بسیار یک نیروی کارگر است. باز ما واقعا امیدوار هستیم که خوب یعنی این رویه متعارف از جامعه برچیده شود و یعنی جامعه و جوانان همسو شوند با خوب معلمین، تشویق شوند در عرصه خوب. اگر درسته که بخش مادیش کمه ولی از لازم معنوی خیلی واقعا خوب جایگاه بلند و بالایی داره یک استاد. خوب میخوایم جناب خرمیس در ارتباط با تجربیاتت قصه کنی از زمانی که خوب در این مکتب رفتی، چقدر تجربه کسب کردی به ایمان یک آموزگار و چقدر رضایتمندی داری؟ خب دقیقاً موضوعی که میخواستیم روش صحبت بکنیم یکی تشویق بود و بحث دیگرش
استاد حرفه‌ای بودن بوده. خب یک استاد حرفه‌ای دقیقاً ما 3 بخش اصلی را میتونیم در وجود از او ببینیم که بعد مقایسه بکنیم که این واقعا یک آموزگار حرفه‌ای است و میتونه به شیوه درستش و به تمام معنی که همانا بحث یاددهی برای شاگردانش هست را یاد بده. دقیقاً بحث نخستش یا گزینه نخستش دانش است. یک استادی که حرفه‌ای باشه و میتونه که دانش خوب، دقیقاً خب همه استاد دانش خوب دارن، در کنار دانش خوب اگر استاد نتاند تجربه خوب داشته باشه یا تجربه خوب کسب بکنه، نمیتونه او دانشی که در اختیار خودش داره را با نداشتن تجربه برای شاگردان خودش برسانه. بنابراین گزینه سومش دقیقاً روش است. حالا اگر ما بتانیم فرض مثال دانش خوب داشته باشیم، تجربه خوب داشته باشیم، وقتی روش را بلد نباشیم که ما به کدام روش بتانیم باید درس بتیم یا دقیقاً که همانا بحث یاددهی برای شاگرد است را بلد نباشیم، دقیقاً ناقص است. حتی مفهم ما اون تجربه‌ای که داریم در صورتی که اگر ما آشنایی و بلدیت با روش تدریس نداشته باشیم، که همانا دوباره تکرار کنم بحث یاددهی برای شاگردان است، ما ناموفق خواهیم بود. پس یک استاد یا یک آموزگار حرفه‌ای موفق کسی است که این 3 نکته را دقیقاً باید مد نظر داشته باشه و در خودش در وجودش نهفته باشه که همانا تکرار بکنم دانش هست، تجربه هست و روش است که باید دنبال بکنه در یک مکتب. و بحث تجربه دقیقاً ما 7 ماه البته از آغاز ما در این مکتب، قبلا در سایر مکاتب دیگر بودیم و 7 ماهی که در این مکتب هستم ما تجربیات خیلی خوبی را از این مکتب کسب کردیم. در قسمت اما که کمیته فرهنگی این مکتب در اختیار ما است، ما توانستیم با جمعی از شاگردانی که امروز ما شاهد مثلا شاگردان ممتاز خواهد بودیم تا لحظات بعد که چقدر مثلا درخشیدن و چقدر میتونن خوب پیش ببرن برنامه خودشان را. و ما تجربیاتی که کسب کردیم در مکتب از لحاظ فرهنگی، از لحاظ بعضی مسائل دیگه، انشالله که تجربه خوبی بوده و سازنده بوده شخصا برای خودم و ما امیدوار هستیم که از این تجربیات خود ما بتانیم بیشتر استفاده بکنیم و راه‌های حل دیگری را به خاطر تجربیات بیشتر امتحان بکنیم انشاءالله. بسیار عالی. از اینکه به عنوان یک جوان خوب یعنی در عرصه معارف آمدی قرار گرفتی و کلی انرژی از برای خوب خدمت برای وطن، میخوایم در عرصه کمیته فرهنگی هم از نظر شما جناب خرمی ایجاد کمیته فرهنگی در مکاتب چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در یعنی تشویق، در رشد و در استعدادیابی مثلا شاگردان؟ دقیقاً در بخش کمیته فرهنگی که من مسئولیتش دارم، ما همه روزه مکتب یک سرفیلی را ترتیب میده و اونجا شناسایی میکنه که دانش آموزایی که برتر هستن و دانش آموزایی که استعداد و توانایی و یک سخنرانی خیلی خوبی را میتونن به نمایش بگذارن. ما در اونجا دقیقاً با این چهره هایی که مثلا میتونیم بگیم گنج هستن و درونشان پر از فهم و دانایی است، ما با اونا آشنا شویم که دقیقاً کمیته بخش فرهنگی ما با شناسایی از البته در قسمت کمیته فرهنگی که شناسایی میکنیم و اونها را حتی مورد تقدیر قرار میدیم، چون اونها کسانی هستند که از میان مثلا 500 یا 600 شاگرد به عنوان شاگرد نخبه یا ممتاز انتخاب میشن و اینا دقیقاً دیگه انسان‌ها یا شاگردان کم نیستند، پر از فهم و پر از دانایی است و ما همیشه پشتیبان از اینا بودیم و اینها را تشویق کردیم و همیشه در خدمتشون بودیم. هرچی در توان ما بوده با ایشان همکاری کردیم. پس یعنی ایجاد کمیته فرهنگی در مکاتب مهم بلکه ضروری هم است و باید در مکتب داشته باشه. خوب برای رشد، برای تشویق. خوب بدون شک یک چیز به نظر من در دنیای فعلی خرمی عزیز، یک طفل یعنی انگیزه نمیتونه مگر اینکه او را تشویق کنی، او روش تنبیه و یا به نظر من اونقدر کارساز نیست. خوب ممنون از حضور سلیمان خرمی مدرس. در آخر میشه پیامت را برای اهل معارف که چی پیام داری برای جوانا، برای کسایی که خوب برخورد ناشایسته با یعنی معلمین و کسایی که خوب واقعا
خدمتگزار جامعه هستن و بازم مردم یک تعداد خلطشان نمیفهم، چی پیام برای ازا داری و چی گفتنی داری برشان؟ گفتنی ما این است که بیاین معلمین به عنوان کسی که میتونیم بگوییم آینده ساز کشور، کلن آینده سازای کشور که در آینده ممکن همین دانش آموزایی که امروز صنف اول 2 3 تا 12 هستن باشن حمایت بکنیم، تشویق بکنیم. این حمایت ها، این تشویق ها باعث انگیزه برای استاد میشه که بتونه آمادگی کامل در هر درس خودش و با تجربیات بسیار بالا، با فهم و دانش بالا بیا اونمو درس خودش شریک بسازه با دانش آموزای خودش و این فکر میکنم کاری است که ما همیشه باید داشته باشیم با استادای خودمون که همانا بحث یک نسل بسیار بزرگی است که عملا در هر مکتب وقتی ما میگیم که 600-700 شاگرد است دیگه نمیشه با سرنوشت اینا بازی کرد. یک استادی که انگیزه نداشته باشه چطور ما توقع داشته باشیم که شاگرد خوب تربیت بکنه و شاگردی که بتونه مثلا در آینده مفید بر جامعه و بالاخره بر کشورش باقی بمانه یا مفید تمام شود. پس خواهش ما هم است که در قسمت توجه به معلمین بیشتر داشته باشن و کمی و کاستی که مثلا در مکاتب دیده میشه از طرف مدیریت، از طرف ریاست مثلا توجه جدی بگیره. استادان با تجربه، با فهم، با روش هایی که در اصول تدریس میتونن همکاری داشته باشن را جایگزین بکنن تا باشد یک آینده خوب از نسل امروزی بر نسل های مثلا آینده داشته باشیم. ممنون از حضورت، ممنون از پیام زیبایت خودم عزیز.